баъзан вақт одам мехоҳад ба ҷое биравад. роҳатбахш, люкс ва ором ки хидматрасонии олиядараҷа дошта бошад. агар чунин аст, пас ба бурак биёед. инҷо хидматрасонӣ ба дараҷаи олист. бурак. рақами кӯтоҳи фармоиш 94 94. салому алайкум дӯстони азиз, барномаи ногуфтааст. имрӯз дар барнома меҳмони барномаи мо Орзуи Соев аст ва ровии имрӯза Фахриддини Арабшо. Всё будет хорошо. Ака рӯз хафа начебо? Не, чаро, ман бисёр хурсандам. Фахриддинҷон, ман гуфтам шуморо бо бохирам қатон дар барномаи ногуфтаа дига ака шумо мегӯед мо гӯш мекунем. як чиз намерасид. Не, як чиз зиёдатӣ буд. Медонӣ чӣ? Мӯи сар. ҳаминро гуфтанӣ будам. баъди барномаи Наҷибло Саидов бурдан Америкада мӯи сарам часпонд. воқеан ҳаминро гуфтанӣ будам. гуфтам дарк мекунад ё не? балло. خیلی جالب. بیاید از تقلیدکاری ها سر میکنیم. نه 3-4 روز مزم نبوده و اوضاع قوقامونه نشدیده. ولی زکامت. کرونا ویروس؟ نه گریپ اومد گو. خیلی گریپ بود. نه دیگه کرونا ویروسه. یادم هست در توی سر و خرسندی های مردم گاه یک جا می رفتیم به خاطر تماشای هنرمندان عربشو در سر دیوار و بالای درخت جوانان و نورسان میبر آمدند تا ببینند که چقدر ظرافتگویی های زیبا میکنند این بچه ها. و تا به امروز پای برجا ماندن یک گروه با نام عربشو من فکر میکنم که آسان نبود. اما شما چطور توانستید که پای برجا باقی بمانید تا به امروز؟ بین ما هم خیلی بود یک وقت. ما گروهی که اول تشکیل شده بود همراه سعدی قدیمه بودم. سال 1998 دورای کورس 1 بودیم در دانشکده صنعت. کورس 1 بودیم، شعبه اکتور در میخوندیم. همین گروه را تشکیل کردیم. نام گروه را مسئولیت اکا عبدالله قدیم مونده بودیم. عبدالله که در گروه محفل رو بودن. همون قدیم مونده بودیم. ما تو پلنگ گفته باز میکنند تو. نام گروه را اکا برای نام غریب شما عرب شما موندیم رفت. گروه مونده بودن 12 نفر. ما فقط یک گروه استودیوی دوشنبه بودیم. استودیوی دوشنبه اکتور بودن. وقتی که دو بار کنسل بودیم هر کس مثلا با وضعیت مبلغ برای زندگی هم خیلی وقتی که ما برندگی مثلا روگیر قبیلگی بودم من میتونستم که بیام پای کارو میشدم. بعد هم خیلی رفت دیگه چی نشد. گروه ما پراکنده شد. گروه را دوباره بعد با ما آماده کردم. دوباره تشکیل کردم. یعنی یک بار بچه ها پراکنده شدن. پراکنده بعد دوباره بچه ها همه رفتن دیگه گروه از سری نو شد. فقط گروهی که پیش بود من موندم. چرا رفتند؟ سبب رفتنشون چی بود؟ سبب همین دیگه باید نتونستم کار کرده قدیمو. کی مبلغ گذاری میکرد؟ یگان درآمدی مالیوی از یگان طرف داشتید یا اینکه فقط همین برآمدها و کنسرت ها؟ برآمدها و کنسرت ها بود. همین تمام دیگر یگان منبع درآمد بود. معرکه ها خیلی یگان خرسندی میرفتیم. اب دوباره که تشکیل کردیم خیلی شخصایی که بودن که دستگیری کردن و همه هنرمندا رو دستگیر میکردن وقت زمانو دا دستگیری کردن. بعد همه خیلی روی صحنه برآمدیم، تلویزیون برآمدیم. هم خیلی برنامه معقول شد دیگه. عربشو شد. همون بایندم همین خیلی شد با یک با ما سه شاگرد دیگه گرفتم گروه قیترما گفته واسه برآمدن. بله. و یا دیگه سه برآمدن. با دونجان خودش دیگه خیلی بخشا برآورد. همین خیلی با مدت یک چی شد که پراکنده شد. پس زمان با جمع شدن об агар садпора гардад боз бо ҳам ошинос бо якҷояш намекунад. ман ёдам ҳаст ҳамин бачаи сабзинаи гармчеҳраи бисёр ҷозибанок. ин ҷозибаро шумо аз куҷо тавонистед таслим кунед дар худатон? масалан садҳо нафарро шумо метавонистед ҷалб кунед дар як тӯй. ман инро ба чашми худ дидам. устодумон мегуфтанд ки бисёртар муаллима соро музаффаршоева мегуфт ки وقتی که اکتیور یا که همه هنرمند صحنه برآمد مخلص یک تا باشد دو تا باشد چند تا دید اگر یک مخلص هم باشد باید برای او برآمد کنید. یگون بسیار هنرمندا یگون گپی قبیح میشنون یا که یگون گپ وای میزنن
یا که با چشمان یگون چیزا میبینی از شما ترس هراس نگیرین وقتی صحنه برآمدین چشمتون کور گیرین گوشتون کار گیرین فقط زبان و دهانتون قدی برای مخلصاتون گپ بزنین که وقتی که آدم بسیار که میبینیم بو خیلی درخمون با یک جاذبه پیدا میکنیم. در مراحل اول ترس و هراس بود؟ بود. از چی میترسیدید؟ میبرمادیم یکی میگفتیم که همین وقتی صحنه برآمدن یگون کس یگون لقمه میپرته یا یگون کس یگون چیز میزنه میپرته و بود این در حدیث بود بعضی توی دا بود بعضی توی بود که مثلا با چی زدند؟ سیب خوب چیزی زیبا میوه بیشتی یه پامیدور قید زدم این نشکر کاستوم بروک هم سفید میدونم که رنگ سفید رو شما دوست میدونید هنرمند پیجاک سفید داشته شهریار قدیم بود شهریار دولت هم پامیدور قدیم که زدم کاستوم بروک هم تاجی کاستوم بروک رفتم پیش شهر پیش دوم رفتم تو که کاستوم بروک تبرور را پوش بشینه که بینی دا بینی چخیل در جوش یافت است باز چخیل خوب کاش میتونم میرم جورش بعد کشی جورش جوره دوم یوردم چک بعد کشی دو یا توی نمیز یعنی ببینید که این حادثه رو چخیل با طنز با شوخی شما پیشکش کردید با مردم ولی کی بود اون نوبکار نه دیدیم نگاه گریخت جوی رفتن که دیگه اون توی بود با پامیدور زد توی بود اونجا بعد شهریار رو دعوت کرده بودن همون سالوی 2015 بود مخلصاش چخیل اومده بودن برای همونجا برآمد کردی صد نمیدونم که کی را چنگ گرفتن کی را زدنی بودن که در همین یا که من خدمت زدم تعریفی بعد بسیار کردی باز کدام نمودی سبزه در این روند استفاده شد نه دیگه نه بعد در یک جو بقلاشکا قدی زده بودن کی هم بقلاشکا رو به خودم گرفتم در اونجا رحمت گفتم برای من بقلاشکا پرفتگی و بچه‌ها قدی با بقلاشکا بازی کردم در صحنه معلم رفتی سبب ما تو کسی هم رو آورد که کجای دیدگی بوده تماشا یعنی رنجش و حالت خود رو نشان ندادید نه همین فعلا دارم که وای نمیکنم اهمیت نمیدم همون معلمه رو میگیرم سرم مظفر شه برام و این رفتار شما همون آدمی بدکردار رو شکست میدهد بله اگر وای کنی بعد ایداس ختمیتی در صحنه برآمد کردن نمیتونیم با فکر میکنم ده رو افتاده زیق میشه همه چی با کامپیوتر میپره میره وایسا بله همه وقت یک عمر شده است که کنترل رو از دست داده باشید نه هیچ وقت نه ندادم در یک کنسرت در نویه همدانی چطور کنترل رو از دست دادید ماشینایی که میرفتیم زدن و حقیقتی اوینو شکست در همونجا بعد در وقتی پیش معاونی هم سال 2016 بود معاونی رئیس نویه در اومدیم بعد گفتیم که این برنامه کنسرتی ما رو خیلی کردن نگاه نکردنی خیلی بعد همون زمان بعد کارمندان حفظ حقوق خیلی یاردم دادن خیر با وایو را جریمه کردن همونجا بخشش پستن خیلی دیگه ما گفتم چی وای ندارم رونالدو مدد وای نشوه ضرر ما از ضرر ما میبینیم که ما وای قطعی برای روحشون مسئولیت کردیم باید همین شما تامین کنین سوس کنن بایشون هم شیشوی ماشینشون همین قش تامین کنین دیگه من یگون وای ندارم که شما رو برن ای محکم کردن شما آمده فایده نیست این علاقه واندالیسم است و واندالیسم جوابگاری دارد بله طبق قانونگذاری بله خرابی آوردن یعنی خراب کردن یک جای آباد یک چیزی آباد این جوابگاری دارد این رو باید بینابت بگیرن بله افرادی بدکردار برنامه پیشین با اشتراک شهریار تهیه شده بود و این که ناگفته هاست میتوانیم مشکل حرف بزنیم مایلش ما گوش کنم شما بگین که برنامه رو خب قصر کنیم مایلش اون چیزی که شهریار گفت شما یک مدت زندانی بودید راست بود بیاید درباره همین فاجعه روزگاری شما حرف میزنیم از چی شروع شد؟ یک کشیده کرد چی شد؟ هم یک نمعقلی شد همینجا بعد با خیلی وای کردیم خیلی گم نظر میگو چند مدت زندانی بودید؟ مهلتش 7 سال و 10 ماه بود 7 سال و 10 ماه بود خیلی خرسان شدم وقتی که عفو شد از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان عفو شد
از اونو خیلی مینداریم، خیلی مینداریم. اما وقت در همونجا با پشیمون شدیم که چی به همین کارا میکردیم، هم کارا کردیم. عفو کردن همون زمان باید 1 سال و 2 ماه شدیم. چه شما رو مجبور کرد که به آن کار دست بزنید؟ ما این موضوع رو کشودیم. مثلا کاغذای وای به کنسرتی بود. مثلا کاغذای کنسرتی بود. چطور؟ مکتوبای کنسرتی بود. مکتوب‌های کنسرتی؟ یعنی چطور؟ من نفهمیدم این توطئه چگونه است برای من. بعضی نوعی میرفتیم، بعضی جا برنامه کنسرتی میرفتیم، در همونجا مکتوب در کار بود، مثلا ما با یا مکتوب چند جدا وای میکردیم. ساختکاری اسناد اكو بسیاری هم با طرف ویا میدیدن، فایده میدیدن و نکه اکس اونجا ساختکاری ده اونجا گناهگار اساسا ما بودیم، ما گناهگار بودیم. بعد نمیکردیم، هم چند تا نوعی که چند تا جایی که کنسرت داشتیم برنامه داشتیم بودیم برای میگذروندیم تمام. لیکن ما با سببی که دیدیم مودا وای نشدیسته قانونمند نشدیستیم یا که دیگر برنامه کنسرتی را گذرانده استیم، همون نهایی ما دا قریب تر بود میرفتیم میدر اومدیم. دشوار بود؟ در بسیاری داخل دشوار است. صد نکنید اکه اردو وقتی پیشی اهل و عیله نیستی، در پیشی زن و فرزندان نیستی، همیش دشواری میکشه. نمیشه اونجا ما انسان آنوده من هم روشن مثال وای میکردی. بعد من اونجا خیلی هم چون هنرمند گفته عزت احترام میکردن، هم کارمندان مؤسسه هم زندانیو با سبب گفتن باید زورای مفکورات زورای کارت خوبه در دستاویز مونده بودن. من چخیل وقتی از بیرون دچکا وقتی از بیرون دستاویز می آوردن شما قبول میکردید؟ قبول بیرون می آوردن، در درون ما میدادن، بعد ما در تقسیم میکردیم. همونجا تقسیم میکردیم. رابطه با هم قسمت های زندانی اتان تاکنون دارید یا نه؟ زنگ میزنن بسیارشون که برومدگی هم گم میزنن. دیگه اونجا قانون زندگی کمی دیگرگون است. دیگرگون است بله. بعد کسی خواهد کار میکنه با اونجا میخونن با استادای بیرون میان درس میتن، چند ساعت درس میتن اونجا، دوزاندگی درس میتن، هسته کفشیرگری، بعد خوراکپزی. شما چی کار میکردید؟ فقط دستاویز قبول میکردید یا اینکه باز یگان کار دیگر میکرد؟ فقط دستاویز بودیم، فقط دستاویز بودیم اونجا. استثالات هستند در اون استثالات 1 استثالات 2 استثالات 3 همه خیلی بسیار چیز خوب تئوری میکنن. چی تئوری میکنن؟ نه استول مکتبی است، با چی اینجا میز و کرسی و این چیزا وای دیوان کار میکنن، با معاش میگیرن اونجا. چقدر معاش میگیرن؟ همیشه نمیدونم که معاش میگیرن، همه خیلی میگن که معاش چون میتنده. من در معاش دادم، بعد این برو اومدم 1 هفته پس زنگ زدن که بیا، رفتم معاش میدادن 595 تومان در چند ماه؟ نمیدونم، هم گفتن که 595 تومان رو بعد گرفتم. خرسانش بخوام گفتم این زور بده کو بجای ما بسپرم یا ما دست گفتن کاری حق کاری تای. در اون ساختکاری حجت ها فقط شما رو به جوابگری کشیدند؟ اکوجا اساسا وای من بدم ده چهره اساسی. این چهره اساسی وقتی من میدر اومدم گام میزدم و 2 سال مهلت دادن. چی مهلت دادن؟ 2 سال مهلت دادن که مثل برای سپردن جریمه. جریمه دولت 2 سال مهلت دادن. چقدر جریمه شدید شما؟ 77500 تومان بدم. 77500 تومانی. 5500. اگر شما 77500 تومانی رو میسپاریدید زندانی نمیشدید؟ نه نمیشد. در ظرف 2 سال شما پیدا کردن نتوانستید این مبلغ رو؟ 5500 تومانی افتیم بردیم دادیم، بعد دیگه وای نکردیم نتونستیم. بعد گفتن که هم خیلی دعوت کردن، سود گفت که تمام میره، گفته خیلی توکل بخته با چیزی شید گفت. بعد کی میگه گویا که عفو میشه. اولا گفتم خیلی کار کردم، میگه که کار میکرد، من دیگه وای نکردم. گفتم که چی نکنم، همونجا کار کنم و بعد هم دستاویز قبول کردن که همین هوش و گوشم هم خیالم همون دا باشه در هم باشه. 2 باره که اومدن نزدم، مثلا 2 روزی می ایستادن، قطعی می ایستادن 2 روزی، همین خیلی خوبه. وقتی اولاد میآید 2 روز همونجا قطعی می ایستادن کودک قطعی. بعد 3 باره باید می اومدن که بعد اونجا با تلفن هسته و قطعی گم میزنیدن، نوبت که گم میزنید. بعد همونجا در اومدم گپ زدم،
خرسان شدم وقتی که وای آفا خوندم که همه خیلی مدو میغلطن خب من باور نداشتم که من ولی نمیغلطم که هم مبلغ حساب کردن که ده همون مهلت هم قشتگی قطعی بایشیده کسی که تو از تو همین قوای خرزوره وای بخشتش دیگه گفته در سپردنی وای زلر بعد همون را دیدم که همین خیلی بعد خونه در زنگ زدم بعد بچه‌م گفت که دادا پگامو بیایم پیشمو مثلا پگا پیشتون بیایم نوبتون شده گفتم نه پگام میام پیشمو شوخی میکنین یعنی عفو شدید دم 2019 شد که 20,000 نفر ده اونجا عفو شدیم بعد رها شدن از زندان دوست رو از دشمن شناختید؟ خیلی میشناسی برام جاها میشناسی میفهمم چرا قهر کردید با شهریار دولت؟ شهریار نپرسیدیم با من پرسیدم شهریار حرف خودش رو گفت من منتظر حرف شمایم خیلی جان همون خیلی که میخوایی که هم یک رفیق یک دوست یک با یک هنرمند یک شخصیتی که میشناسیشون قدشون وای کدگی همکاری کدگی میخوایی که با همونو خبرت بگیرنده نمیدونم او هم خودشم یک در همون زمان هم خودشم بسیار مشکلی بسیار داشت من میدونم خودش مشکلی بسیار داشت همون زمان هم میدونست مشکلی بسیار داشت نگه با بسیار وقت کوشش غیرت میکرد بسیار کوشش غیرت زیاد میکرد که همه وای ما را تستر وای کنیم که کاری ما هم تیز بود شود هم دیگر را در کردیم در همون زمان او در ما در کرد بود ما در او در کردم هم زمان در کرد اینه که چخیلی شد که اونم هم خودش که کمبودی داشت مشکلش بسیار بود دیگه خبرگیری نیامد ما گفتم خیلی توکلش بختو و هم یکون مشکل رنجیده راستش رو بگوید خیلی رنجیدم و با برآمدیم خیلی با یک جا شدیم آمد پیش شما؟ آمدم چی گفت؟ او یک روز بعد ارکین پرودیوسر قطعشون باید کار میکنه ارکین عبدالرحمنوف بچه قطعشون کار میکنه اما زنگ برای یک دو سرود شد آموده کردیم تیار کردیم متن است شما شعرشو میکنید وایش نوشتیم بعد همونجا با وایش یک جا شدیم با گپ زدیم صحبت و تلفن خیلی با یک روز وا میخریم گفت همه خیلی وای کردیم بعد میمون شدیم چی گفت شهریار بعد؟ این چی بعد همونجا خیلی که بخشش تمام وقت وای مرا میدونستی وضعیت مورا و من فکر میکنم وضعیت مورا وای کرده بخشیدیدش؟ چون نمیبخشیم هم دیگر را نبخشیم در دنیا باید خودمون را میبخشیم باید بخشیدن نکنم دیگر بخشش بسیار خوب باید کی اومد به زندان؟ از رفقا؟ از رفقا یک روز نوروز اومد نوروزی رفیقمون بعد با بهروز یک شخصیت دیگه بود اومدگی بود دلیر اومد دلیر بود برادرش مهراب اومد بعد مونیس ابراهیم اومد دوبار با یک روزتان که یک دستاویز روان میکنن شهلا دولت رفتن خیلی با خودور جورای اومده افتن یا دستاویز روی کردن نه که اون نومی مرا نویسچن و دیگه کس در تلفن صحبت کرده که فخردین میگه که وای نه که میگم کسا نمیفتم بعد دستاویز بیارین ما میگفتم که فقط دیدارتون بیام ببینم بشین کم تا خدمت وای کنین صحبت نه چخچخ کنین که بیرون گپ زنین کجا تماشا کجا کانسر ببینین کجا برام تویو چه خیلی گفتم وای میکردم گفتم میپرسم همه خیلی دیگه کرد حالا سفرهای هنری رو قطع کردید؟ نه اگر سفرهای هنری کسی که خودش اگر وای کنه برام میرم توی باشه کانسرت باشه دعوت کنه اگر پرودوسری که اصلا اگر دعوت کنه میرم برنامه کانسرتی در مثال میرم برام میکنم اون نفرانی که حصه میگذاشتن در برگزاری این کنسرت ها چیزی میگرفتن برای خودشون یا نه فایده میگرفتم بسیاری میگرفتم چرا اونها رو به جوابگری نکشیدن نه برای دعوت کردن که هم گفتم که فقط من گپ زدم مبلغ گرفتهشون رو چی وای سپوریدن او توانستن ده سپوریدن شما نتوانستیم بیایید درباره خوشی ها حرف میزنیم درباره با گروه عرب شد بله میدونید برای من شما همان فخریدینید همان جوانی سبزینه گرم چهره و من شما رو همان گونه که بودید قبول میکنم
مثلا از اون که شما زندانی شدید من دوری نمیجویم از شما، برعکس خودم را نزدیکتر میکنم تا با یگان مصلحتی به شما کمک کرده بتوانم دست شما را فشار بدهم و بگویم که شما احساسی غمگینی و احساسی تنهایی نکشید، چون در برابر دیگر رفیقانتان من نیز هستم اگر قبول بکنید. رحمت اکا سلام باشه. حالا با چی کار مشغولید؟ اوزی خیلی شد دیگه این یوتیوب پول نمیتافته صحنه باز نکرده. همین رو پرسیدنی بودم. یگون تویش یگون خرسندی شوه، یکی شهریار خطی میریم یا که یگون هنرمند دیگه دعوت میکنم میریم، یگون کنسرت یا که یگون جو میریم اونجا برنامه میکنیم. خیلی شکر خدا یافته است. چند فرزند دارید؟ 2 تا. ابوبکر شکرانه. کلانک شدن؟ کلانک شدن. بچه‌م صنف 5، دخترم صنف 2. از فرزندان کسی با صنعت رغبت دارد؟ نه من خودم نمیخوام. چرا؟ نمیخوام صنعت دارم. دخترم فقط میگه که من دکتر میشم. بچه‌م میخواستم که چی شود؟ لیوچیک. از روی گفته‌های شما برمی آید که احساس پشیمانی دارید از انتخاب این پیشه. ها نمیخوام صنعتکار شدم. اما در که وظیفه‌اش کارش دشواره نیست، همین نخواستم که صنعتکار شوم. اگر عقلی حاضرتان می بود کدام کسب رو انتخاب میکردید در جوانی ها؟ اون معلمی رو انتخاب میکردم. آموزگار میشدید؟ آموزگار میشدم. چرا دشوار است هنرپیشه بودن؟ در همه ایجادیات بسیار وقت مثلا ایجادیات یا که یک از خرسندی هم کمتر شدن که توی هم کم شدن، مثلا یک هفته دیگه تا 2 تا میره و همه که بعد نوار بسیار نرفته است. نوار نمیدونم اگر و یوتیوب شد دیگه نکردیسن نوار کانالی مثلا قربان یک مطلب سببش چی باشه که مثلا نوار نکردیسن و بسیار وقت بچه را در یک جو جمع کردن نمیتونی، هر کس ای پای کار ای پای زندگی خودش دیست. آننده و بسیار مواد میکوی مواد نمیوی برای تیار کردن پیشنهاد کردن برای مخلصم ایده نمیوی. نه به نزدیکی برای خدمت یک سرود برای وای کرده بودم، هجوی دادیم همش تیار کردن آماده کردن، فقط خوندنش مونده بود. یک تا دیگه زمونه قسمی سیم شفته میبریم اینم تیار کرده بودن، اینم نتونستیم خونده. چون بول نقش اساسی را با مبلغ بازی میکرد. مبلغ یک جمله در یوتیوب میومد. بسیار یوتیوب بیاد توی خودم برنامه میکنم، خودم میگیریم برای زندگی خودم پیش میبرم. فخرالدین شما چند ساله شده؟ 81 چند ساله میشه؟ 43. با قطعه امریکا سفر کردم، در آنجا 43 این هیچ 60 و 70 سالند هنوز هم خود را جوان حس میکنند، میجهند، میپرند، میتازند، میرقصند، کیف میکنند. شما یک زایل 43 گفتید که تمام این گویا انجام عمر باشد. چرا اینقدر افسردگی؟ خیلی میبینی پیش جوانی تا میبینی بسیار چرا برآمد میبینی زیق میشه. بگو شما همین زمان نشد خود رو پیر حس میکنید شما؟ نمیدونم. فکر میکنید که شور و شباب رفت؟ نه نرفته است. نه نرفته. من شدم که این برق رو در چشمان شما میبینم، چشمانتان میدرخشد هنوزم، اما یک عقده در داخل شما است، یک گره هنوز هم نکشوده مانده است. ایشالله میشود. فخرالدین شما رو در قلمرو کشور همچون فخرالدین عربشاه میشناسند. هیچ وقت شما نسبتان رو نگفته اید؟ در اگونجا. ولی چرا؟ بسیار جا با فخرالدین عربشاه میگن. مایور زینالعابدینوف میگم. این ابرز شما. اما نسب شما چیست؟ باگایف. باگایف. عجیب. این چگونه نسب از تاجیکی است؟ نمیدونم، یک بار در تلویزیون دیدم یک چچن فامیلش هم خود باگایف نرسیدی. باگایف. شما با یک طرز گام میزنید که باگایف میگید. باگایف فخرالدین. اکای نجیب‌الله گفته. بعد نجیب‌الله چی گفت؟ نجیب‌الله چی گفت؟ ارزو جون گفت طرفش سویتسکی رفتگی. آها. لعوش شل کندگی میگه اگر شتر قدمی رفتی تاش میرسی.
фикр мекунед шумо ки агар дар ин барнома ман як ҳунармандро даъват кардам шумо фикр мекунед ки ягон ҳаҷнигоҳро даъват кардам аз хандидарам мекафед роҷе ба мӯи сар чӣ гуфт گوهم بردینی صبورا گفت زنگ زدیم تو امریکا دم خیلی موی سر میچسبوندیم 10,000 یورو گفتم 10,000 یورو یا بودم نه 1,000 یورو گفتم خیلی 10 نفر میگیریم روزجون ترام میبرم устоз сангалиро чӣ гуфт پشت سرش لانکا بوری ба фикрам наҷибулло ва устоз сангалӣ бинанд мекушанд ҳардуи моро мега даря туй мега рафте мега хати якай сангалӣ рафтем ака наҷибулло мега یا توی در رفته میگه خطی اکای سنگالی سرنوز یوسفی میگه در بالای کد ای بولو اشتگه بالای کد ده میگه اشتگه باید که جوش خیست استادو بین ای بالو بروین استادو بین ای بالو بروین 3-4 بار گفت میگه یک سنگالی خیلی سرنوز جون مو 40 سال ای بالو برو مانده سمی خطی ای بالو برو خیلی انیکدوتی شهروی نوزرازه یک هنگه بگو میگه توی زکاس میکردم گفتن که تو انا اکای نجیبلو تو کلوبا چانس میره گفتم زور تو چانسم در میرسه اوزی توی دور هم میپرسه که زور چانسم در میرسه بعد میگه توی دور گفت که $400 گفتم دودار جون من همین دوشنبه تو کلوبا و $400 فقط آبی به گاز میخورم همین اکای نجیبلو دوره کمپوزیت که میگشتم خودش خیلی همین روی صحنه هم رو بردگی ما در همین برندگی توی ده дар ягон ҷо нишон дода будед тақлидкориҳоро аз персонажи филми юсуф آرام باش فرزندم آرام باش яъқубро яъқуб ҳазрати яъқубро чӣ гуна буд تو را میشناسم تو فرزند بینامین هستی بله بابا بزرگ من فرزند بینامین هستم واو قربانت بشوم فخرالدین جان پدر چی کاره پدرم وفات کرده ما صنف 5 بودم پدرم خدا رحمت کند رحمت چی کار میکرد راننده بود مادر چی مادرم فراش کار میکرد پولی چند و دیگه بس کرد و دیگه نکرد که بعد دیگه قضایی بود بعد همه وفات پدرم بس کرد مادرم چند نفری در اویله اویله دمو 2 اپا بودن بعد وای 7 اکا دودار بودیم یک تموم خیف وایشید فوتید تموم 6 نفر روزی 6 تا بچه همه با زندگی و کاروباری خود هر کس با زندگی خودش یکیش در موجیره در مسکو دیگرش در اینجا خیلی کار میکنه یک تا دیگرش دو کس دیگرمون در هیستور شایننگ در اونجا کار میکنن یک تا دیگرش در اون رایون هستن هر که با زندگی خودش تشکر میگویم با فخرالدین جان که امروز تکلیف ما رو پذیرفتند آمدند باقی موفق و مسلط باشید خیر این بود برنامه نگفته ها با آرزوی سویف